بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند صدا و سیمای مراکز اصفهان و قزوین. خدمت شما علاقه‌مندان به فوتبال در دیار خوب نصف جهان و سرزمین دوست داشتنی قزوین، محمد امین حزباوی، محمد دانشگر و وحدت حنانوف برای سپاه بازی میکنن. سرمربی سپاهانم مورایس است. حرکت خوب آریا یوسفی، پاس بیرون در همین دقایق ابتدایی میخوان به خطر بیاندازن دروازه شمس آذر رو که توپ بیرون میره. حنانوف کنترل از رضایی، پاس در عمق، جدا شد از دفاع، میتونه گل بشه اما اتفاق نیفتاد. توپ رو به بیرون زد. و شمس آذر در تصویر آیسته نگاه کنید. تشکر از همکاران خوبم. اینجا پاسی که داده شد، حالا برچک برگشت به همون شمس آذر. به سخته تمرین داد ملوان رو. مازیار زارم شمس آذر رو تمرین سال بلند کرد. خطرناک توپ به بیرون رفت. از توی قلنوی تیم ملی هم دعوت میشه. پرتاب بلند به محوطه جریمه و تصویرسته پرتاب بلند ضربه سری که کاوه رضایی زد. اعتقاد داشت کورنر رفت اما آزاد رو او روی دروازه ارسال میکنه با توپی که در اختیار سید پیام نیازمند قرار میگیره. برای آریا یوسفی تک زد. یه لحظه آریا یوسفی، خود یوسفی، پاس به دهانه دروازه، پاس به دهانه دروازه. گل اول برای سپاهان. نگاه کنید یه لحظه جا موندند. آریا یوسفی گریز از کمند خط دفاعی، نتونست امیر حسین صدقی هم کاریو شکل بده با توپی که در دروازه قرار گرفت. پیوست پاس بلند رو به جلو، کاوه رضایی یه لحظه کنترل کرد اما به خوبی مسیرشو سد کرد. ارسال به محوطه جریمه، ضربه سر جواب نداد، نشست روی سرش که گل دوم به ثمر برسه. محمد کریمی در تصویر میبینید که چه ارسال قشنگی انجام داد به تیر دورتر و موسوبک پرتاب به محوطه جریمه. ضربه سری که زده شد و این شوت سرکش از میلاد فخرالدینی. اگر گل میشد از اون گلا بود. شهریور ماه آغاز بشه. حرکت خوبی که شکاری آغاز کرده. یه لحظه اشتباه یوسفی یه لحظه حرکتی که انجام داد روی پای راست و اعلام آفساید مستقیم به سمت دروازه. توپی که کورنر رفت. صحبت میکنه، نگاه کنید توپگیری خوبه بازیکن شمس آذر. یه لحظه اشتباه، میتونه شوت بزنه شکاری، پاس درم کاوه رضایی. اعلام آفساید میشه و هرچند که سمت چپ روی دستش حرکت کرده. پاس رو به جلو یوسفی، آیا بازیکن دوم رو خواهد داد؟ حرکت بازیکنان سپاهان و این ضربه چیپ و نرمی که در اختیار رضایی قرار میگیره. یک امتیاز رو به دست آورد. پرتاب بلند، ضربه سری که مدافعی میزنن کاوه رضایی، دابو و پناهی. خود پناهی چه توپی خراب کردن، چه توپی خراب شد. بهترین موقعیت. تشکر از همکاران خوبم. نگاه کنید اینجا دابو اشتباه کرد، پناهی نگرفت، به پای دانشگاه برخورد کرد. مشهد این ورزشگاه کدام ورزشگاه رو انتخاب میکنند و ضربه سری که زده شد اما آفساید اعلام شد. هرچند که رضایی هم خوب عمل کرد. فخرالدینی و شمس آذر. حالا فخرالدینی فرار از خط آفساید و فخرالدینی تو سر توپ میزنه با آزادمنش. خود آزادمنش میتونه ارسال کنه، ارسال به محوطه جریمه و ضربه سر از حزباوی.
حسین گودرزی پاس در عمق، حالا آیا زبرجد موفقه یا خیر که باز هم نیازمند آماده و قبراق. کاوه رضایی، کاوه رضایی کنترل خوب است عرفان قهرمانی، اما توپگیری عالی از سمت راست، حرکت، پاس رو به جلو، پاس رو به جلویی که برد خودش در بازی‌های دو تیم و سومین برد خودش در لیگ برتر دست پیدا میکنه و ضربه‌ای که زده شده باز هم رضایی. ارسال بلند به محوطه جریمه و باز هم نیازمند. آزادمنش پاس خوب از این حرکتی که انجام میدن زبرجد و ارسالی که انجام شده، حالا ضربه پناهی که در اختیار رو کنترل کرد به خوبی پناهی، ضربش پدرش رو از دست داده بود، اومد و در درون دروازه سپاهان قرار گرفت. آقای پور که پاس خوبی بهش میدن و ضربه‌ای که خطرناک به بیرون رفت. وزیری پناه پاس رو به جلو، آفساید نیست، تک به تک و ضربه‌ای که در زاویه‌ای که تقریبا بسته شد از بالای دروازه بیرون رفت و افسوس سعید دقیقی با یک گل قشنگ میتونه بره تو قلب مورایس دوباره و اون تنبیه انضباطیش کنار گذاشته بشه. اسدی و ضربه‌ای که از بالای دروازه به بیرون میره و پایان مسابقه روی سوت آقای علی اصغر مومنی. خسته نباشید به هر دو تیم، تبریک به مردم خوب اصفهان دیار نصف جهان و تیم خوب سپاهان. خسته نباشید به بازیکنان خوب شهنسازه رو